بچه‌ها، با یه ویدیو از ثانی خوش اومدین. همونجوری که میبینید ما ثانی رو برای اولین بار توی فضای باز میاریم، ولی خب چون خونه زیاد باش تمرین کردم من برای قلاده، همونجوری که میبینید اصلا نمیاد پایین. روی شونه کمر همسرم همینجوری مونده، یاد گرفته. ما هر جا میریم روی هر چیزی میذاریمش که همه چیز رو لمس کنه. دماشون خیلی خوشگله. برو دیگه برو بالا. بچه ها میبینید چقدر شیطنتش خوابیده. کلا سنجاب اینجوری نیست، سنجاب خیلی شیطونه، یه جا وای نمیسه. این همش از قلاده است که اینجوری آروم شده. قلاده خیلی میتونه کمک کنه. آفرین.